natomiast też wydaje mi się, że ta obrona jest złożona z 5 zawodników tylko w tej fazie obronnej. سرگرفته شده شهیچ اشتباه کرد بعد جایی هم اشتباه کرد ضربه رونالدو و یه گل تماشایی یه گل بی‌نظیر حال از کریستیانو رونالدو مشاهده می‌کنی فوق العاده زد ضربه‌شو و حساب کار رو 1-0 می‌کنه به سود النصر. پیام آور شادی میشه برای هوادارایی که دارن از نزدیک این بازی رو مشاهده میکنن. النصر 1 الخلیج 0. تماشا کنیم با هم اشتباه ابراهیم شهیچ مکس نکرد چرخید و با پای چپ اینطوری دروازه الخلیج رو باز میکنه کریستیانو رونالدو. تیزهوشی خودش رو اینجا به رخ میکشونه و تجربهش رو نشون میده به بازیکنای حریف. برتری رو میاره سمت تیم خودش. یه کلاس آموزشی گذاشت برای